دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین و از شما بسیار تشکری میکنم به این که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین و پیش از شما دوستای نازنین تشکری میکنم که تا آخر ویدیو با ما میباشین و ما را سپورت میکنین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا است از فواد رامیز عزیز که توسط یکی از دوستای ما فرمایش داده شده. اگر علاقه‌مند هستین دوستای عزیز، لطفاً تا آخر ویدیو ما را سپورت کنین. آهنگ زیبا البته در قسمت شعرش بگویم که این شعر از شاعر بسیار بزرگ امیر خسرو دهلوی می باشه و کمپوزیشنش ما نمیفهم کس کی است. اگر شما فهمیدین لطفاً در زیر ویدیویی را بر ما بنویسین. و در اسکیلی که آهنگ جور شده اسکیل فریجین اسکیل یا امی نوت‌های راگ بهلوی می باشه. دوستای عزیز، ما همونطوری که شما میفهمین امروز ما مصروف هستیم به می فریجین اسکیل یا تات بهلوی یا راگ بهلوی. دوستای عزیز، ما امروز ایره میخوایم که از اسکیل دی شارپ بخوانم. ما همیشه کوشش میکنیم که آهنگا را از اسکیل‌های مختلف بخوانیم تا که شما هم بلد شوین به اسکیل‌های مختلف. این آهنگ ما میخوایم که از این اسکیل دی شارپ بخوانم. اگر ما فریجین اسکیل یا راگ بهلوی را از دی شارپ بخوانیم پس اسکیلش چی رقم است؟ سا ری گا دوستای عزیز، در راگ بهلوی یا فریجین اسکیل ری و گا و دو نی فلت و یا کومل هستند. شما اگر دیگر متوجه نیستین لطفاً امو ویدیویی که راگ بهلوی درش تشریح شده او رو ببینین. وقتی که فهمیدین دیگه از هر اسکیلی که بخونین میفهمین که چی رقم اسکیل شکل داره و اسکیل بر از این مهم است که ما با آسانی نوت ها را پیدا کنیم، با آسانی کوردایش را پیدا کنیم، با آسانی ما بخوانیم. یعنی برای ما یک کسی است که چیزی است که مثل یک کسی میمانه که همیشه ما را کمک میکنه. با این خاطر بسیار زیاد فهمیدن اسکیل مهم است دوستای عزیز. اینال ما وقتی که اسکیل رفتم اینطور یعنی این معنا را داره که ما دمی آهنگ این نوت ها استفاده شده. اینال ما باز پیش خود میبینیم که اوکی پس کوردای از این اسکیل چی است پیش خود کار میکنیم و به بسیار آسانی ما میتونیم که آهنگ دایی پرکتیس کنیم. دمی آهنگ هر دو ری استفاده شده. همونطوری که شما میفهمین ما میتونیم همچنان از اسکیل برایم دوستای عزیز، ولی برای یک لحظه کوتاه و دوباره داخل اسکیل میشیم که ما دمی آهنگ یک لحظه ری شده همچنان استفاده کردیم. یک لحظه ما اینی ری شده همچنان در این آهنگ استفاده میکنیم و دوباره در اون لاین خود میریم دوستای عزیز. یک جایی را ما تمرین میکنیم. آهنگ از جی شارپ ماینر کورد شروع میشه ولی ای ورژن میباشه. اینجا ای ورژن است. از اینجا آمده ایده قسمت سا ری گا ما پا دا. آهنگ از ده شروع میشه دوستای عزیز. بیمست که سودایت دیوانه کند ما را. شما دیدین که یک لحظه ای استفاده شد. امی ری شدم همچنان در اینجا یک لحظه استفاده شد. از سر میریم شما متوجه بید باشین دوستای عزیز. بیمست که سودایت دیوانه
شاید به بدنامی افسانه کند ما را، افسانه کند ما را. بیم است که شاید به بدنامی افسانه کند ما را، افسانه کند ما را. بیم است که سودایت. ملودی که در این آهنگ استفاده شده، دوستای عزیز، ملودی دیگه عین شکلی که می نوازن نیست، چون امروز هرمونیا امو ملودی ها با من نتونستم که او رقم ملودی امروز هرمونیا بنوازم. دیگه چیزی که تونستم ماموره به خدمت شما ارائه میکنم. انتری از این آهنگ همچنان از این جی شارپ ماینر کورد ولی رود کورد، از اینجا رود کورد استفاده شده.
کند ما را، افسانه کند ما را. بیم است که سودایت. دوستای عزیز، در این آهنگ یک ریتم استفاده شده که 4/4 تایم سیگنیچر است، یعنی که 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 که این در افغانستان به نام گده یاد میشه. یعنی یک نوعی از ریتم 4/4 تایم سیگنیچر در استفاده شده که به نام گده سلوی 75 نمی اپلیکیشن دوست ما که ما همیشه یادآوری میکنیم در امی وجود داره که شما میتونین استفاده کنین. ما تمپوی از ایره 20 ماندیم دوستای عزیز. میریم و یک جای امرای ریتم ایره ما تمرین میکنیم. عزیز، این بود موضوع ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که شما با بزرگواری خودتان کاستی های از این ویدیو را لطفاً ببخشین. تا هفته دیگه شما دوستای بسیار نازنین به خدا میسپارم. بای بای.